حادثه غم‌انگیز شب گذشته پسر را از خانواده و پدر را از روی 6 طفلش گرفت. اینجا خانه جاوید است. فریادها و گریه‌های نزدیکانشان به گوش می رسد. جاوید 42 ساله که شب گذشته از سوی محافظین سرپرست ولایت بلخ در ساحه چغدک شهر مزار شریف به قتل رسید. اکنون برادرش احمد نوید می گوید که جاوید بدون کدام اشتباه و یا گناه به قتل رسیده است و می گوید که فامیل جاوید اکنون به بی‌سرنوشتی به سر می برد و باید به نیازمندی های این خانواده رسیدگی صورت گیرد. وی از حکومتخواهان عدالت بررسی عادلانه و مجازات عاملین این حادثه است. اقلا اگر موانع میمانه سرک عمومی دولت بند میکنه، استادتا هر ما را بشنوه و برای جلالت مها استادتا میگم که ایرا پیگیری کنه از باردگاتاش و ایت آدمایی را که اوج استاد کرده اصلا انسان شیر انسان نخورده. اگر شیر انسان نخورده باشه ایت بهرحمانه سرش فیر نمیکنه. وقتی که سرک دولت بند میکنه موانع میمونه باید یک استاپ کلان وجب بانه، یک شوبیندار یک چیز بانه که اقلا دیده شوه. خب ما این وقتی که از این دنیا رحلت کرد رفت، این 6 صغیری را کی جمع میکنه؟ 6 صغیری را کی جمع میکنه؟ بچه کلانش 18 ساله 17 ساله است. از جاوید 6 فرزند به جا مانده است. احمد که فرزند دوم پدرش است با چشمان پر اشک میگوید چرا پدرم را بدون کدام اشتباه به این حالت رساندند. وی نیز از حکومت خواهان تامین عدالت و مجازات عاملین این حادثه است. چرا میره میزنه؟ چرا یک چیک نمیکنه؟ نه عمل داشت نه چی نداشت. یک نفر هم نزده، خودم چند نفر زده، پایاش زده، دماغ سرش زده، دستاش زده. چی رقم انسان نیزن اینا؟ مجموع والیسی یا کدام چیز دیگه. من چی کنم این حاله؟ در همین حال جنرال عبدالرزاق قادری آمر امنیت قماندانی امنیه بلخ میگوید که این حادثه شب گذشته زمان به وقوع پیوست که جاوید با استفاده از موترش به امر توقف محافظین سرپرست ولایت بلخ گوش نداده است. وی میگوید که تا هنوز هیچ موارد پیدا نشده است که نشان دهنده خلافکاری جاوید نام باشد، اما درباره عوامل این حادثه تحقیقات جریان دارد. با سرعت بسیار زیاد موانع فلزی سرک ورودی به طرف منزل جناب محترم والی صاحب میپرانه. بعد از اینکه او را تخریب میکنه فورا موظفین امنیتی در او ساحه بودن به ظن از اینکه شاید قصد حمله خرابکارانه را در این ساحه داشته باشه بالای از شلیک میکنن و متاسفانه همین دریور جا به جا هلاک میشه. ما مال حادثه را توسط تیم مشترک ریاست محترم امنیت ملی و پلیس بررسی کردیم. جسد به شفاخانه انتقال شد، منتظر